علامه او مده که چون من نفهمیدم چون پدر سلام نده چی خواهیده بشه یا مفت بگازد ای بیا مونه بیا بچه اگه اینجا پیدا برادر عزیز یکون بار تلفنی گپ نه زده؟ نه یکون مده نفهمیدن میشه با بالا اینو باز نشه بهش با یک بیوی لاخ خیلی اهم سر گرفت من یک میمون بازی شد هیچ گوشه نمیزنم یکون خوار پوار هیچی نیست هیچ نفهم اگه برای همه خونم زکه نشونم خودم من اندگار وقت همین حزبیا غربت نقل نمیبینم باید من فقط همه خانده باشم من همه کمان دیگم بعدیان که همه خیلی واقع شد خب که این گلمراد برآمد رفت مردمی دیها مردم خیش تبارا با شما چه خیلی مناسبت میکردن؟ با خیش تبارا خود خیش تبارا شما دیگه خود اگر با شما اگر میگم خود همسایه شما خود همه خیش شده که من میفهمم تو نگیم میفهمم که 6 سال 10 سال همه همسایه شما خبره یک اگر روبروی آوزده یک نبینه 15 سال 20 سال نبینه همه خیلی میر شده میر نیست این بیماری بعدی همین واقع شد که گلمراد برآمد یا که نه پیشم بود خیلی رسمان بود 24 سال کار کنی و همه وقت کاری کرد آردین همه خیلی نه دولت برای آردین هم خانه و هم آردین انا که باید یکم ببیاگی کند را که من نمیدونم این شد دلیل و من نمیدونم هیچ گمان نه این که من گمان دارم بعد شما در من سوال میزنم که به همه رابطه یک رفت داری یادم همونجا 50 آدم کار بکنه که 20 آدم میشه بین میدیم به رابطه یادم یک رفت بتونه من باور نکنم به رابطه حلیم ادونی شما برام جنگ اندا پروژه خلق خدا جنگ کرد این دادی پرزیدنت دشمنش تجاوز اینجا من بدونم اینجا خدا میگه هیچ همه قدر آوازی شد زندگیش خدا باش شد خدا من نگی خدا نمیدونم که این چوا به روبالا چه لاگوران میبومد من شما رو سوال خیلی به روبالا 15 50 از کار کنیم خیلی خودش تو با خیلی از رو وای خیلی بخواد دیوونه باشه دیوونه گویم من خود میبرم دیگرش من خود نیست من دیوونه گویم خیلی دیوونه بودو خیلی شما رفت و روبلا که نباشه بلند میگن میبرن دست انداز سوار میگن روی میکنو کیم بگه این که با همه خیلی نیست من خیلی چه عدس مشکل با خدا پروردگار بگم که خداوند که تاریخ ما هم تا وطن یکی این بهترین وطن در دنیا من در 20 شهرها گشتگیم شهرهایی که باید کلنگ همجا گشتگیم این خیلی وطن در هیچ دنیا نیست این وطن ناشده نکده رو چون شامل این وطن این مادر این وطن جان این نخواه این وطن این پسری که گلمراد هم انا رو بینه شما پسری گلمراد 18 مرفته در خونه هم جای هم یک خونه هم جایی حالی هم بابا هم جایی خیلی برده 18 مرفته همه خونه رو بسته کسی بودم او وای گوده که وای بچه های شوخی میکنه چی میکنه بجوی وای اگر من اینجا اندگاه میگم که شو دولت من دوست بود پس شکل بود کار کردیم باید وای یاش تربیت کردن در کار یاش بوده پیش یک آدمای درست شیان نگرد من این راه خیلی در که چاپ بیستن در بجای نصحه کردن و پند دادن نه پاسپورت دادن نه موندن در بطه خانه رفت اما دادن پاسپورت دادن میشه با من به خودم گفتم این منه این بچه را امک از کجا گرفتم؟ اخونش حال یک رو بخواه نمیشه من میدونم چه میشه چه همشه میدونم بله ولی چی گپ از درباره وی گفتن که گلو سو بدادیانو هیچ چی نمیدونم اکنون باید یا خیلی بچه شوخی میکنه خیلی منم کلام شما بگو بچه یاکی منم آدم شما باید مرکز شما پولدار شما منم میرم خیلی هم نبگو منم میرم نگو کس چی بدونه و کجا باید باید دولت تربیت باید دولت تربیت نگید که نه پاسپورت نه ایشی به هیچی گوزه که بازم بردن